رسه. قاری صاحب عبدالله جان کجا تشریف دارن؟ قاری صاحب عبدالله جان برادر خردسال ما که از تاجیکستان هست. قاری صاحب عبدالله جان بیاین. قاری صاحب عبدالله جان از کشور تاجیکستان، حافظ کل قرآن عظیم الشان. استاد شیم که همه شما را ببینم. حافظ کل قرآن عظیم الشان در تاجیکستان قرآن حفظ کردن، الان در مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم گردان میکنن. سنشان 7 سال هست. هر کدام ما نوجوان ها متوجه باشن اینها حافظ کل قرآن. این سرمایه عظیم و بزرگ هست. این افتخار امت اسلامی است. امروز این به دنیا و تمام دنیا چالش میدهد با این سن و سال بیاین دیگه ادیانی که در دنیا هست که اونها به اندازه